سن و درد شکم و معنی اونها. سلام دوستان، به تندرست آنلاین خوش اومدین. درد شکم یکی از مشکلات رایجیه که معمولاً به دلایل ساده‌ای مثل هضم نامناسب غذا یا یبوست ارتباط داره و اغلب بدون نیاز به درمان خاص برطرف میشه. بهترین توصیه من اینه که استراحت کنید، از خوردن غذاهای چرب و شیرین پرهیز کنید و مقدار زیادی آب بنوشید. اما از اونجایی که شکم شامل ارگان‌های حیاتی و پایانه‌های عصبی متعدده، عوامل مختلفی میتونن باعث ایجاد درد در نواحی مختلف این قسمت از بدنمون بشن. امروز قراره همه چیزو درباره درد بالای شکم یاد بگیریم، مشکلی که در بعضی مواقع نیاز به درمان فوری داره. درد تیز در قسمت بالای شکم که باعث گاز بیش از حده. اگه در قسمت بالایی شکمتون یا معدتون یه درد اذیت کننده احساس میکنید و همراه باهاش نفخ دارید، انگار که چیزی توی شکمتون حرکت میکنه، به احتمال زیاد دلیلش گاز اضافیه. این اتفاق معمولا وقتی رخ میده که خیلی سریع غذا میخورید و همراهش مقدار زیادی هوا قورت میدید. نوشیدنی‌های گازدار مثل نوشابه و آبجو، لبنیات و حبوبات هم باعث افزایش گاز توی معدتون میشن. اگه شما هم مشکل رو دارید، بهتره مصرف این مواد رو کاهش بدید. برای یه راه حل طبیعی میتونید از زغال فعال یا کپسول روغن نعنا استفاده کنید. سوزش معده باعث درد سوزاننده در قسمت پایین قفسه سینه و بالای شکم میشه. در بعضی موارد ممکنه احساس سوزش توی گلو داشته باشید یا حتی یه طعم اسیدی هم توی دهنتون حس کنید. برای جلوگیری از این مشکل، از خوردن غذاهای چرب و پر ادویه، الکل، مخصوصا شراب قرمز، پیاز خام، شکلات، مرکبات، قهوه و نوشیدنی‌های کافئین دار خودداری کنید. سیگار کشیدن هم وضعیت اسیدی معدتون رو بدتر میکنه. برای کاهش سوزش معده، حجم غذاهایی که توی هر وعده میخورید رو کنترل کنید، یعنی کمش کنید. بهتره به جای 2 یا 3 وعده غذای سنگین 5-6 بار وعده غذایی سبکتر توی روز داشته باشید. یه ترفند ساده دیگه هم اینه که لباسهای گشاد بپوشید تا فشاری روی شکمتون نیاد و حتما سیگار رو هم ترک کنید. یکی از دلایل دیگه درد شدید در قسمت بالای شکم و معده میتونه زخم معده باشه. این زخم ها زمانی ایجاد میشن که دیواره داخلی معدهتون آسیب ببینه، اما مصرف زیاد داروهای مسکن هم میتونه باعثش بشه. تو این شرایط ممکنه تغییر در اشتها، حالت تهوع، مدفوع تیره یا خونی، کاهش وزن بی‌دلیل، استفراغ و درد توی ناحیه قفسه سینه‌تون هم داشته باشید. بعضی از همکارانم میگن که مصرف مداوم آسپرین، ایبوپروفن یا سایر داروهای ضد التهابی به همراه سیگار کشیدن و البته نوشیدن الکل بیش از حد هم میتونه روی معده تاثیر منفی بذاره و باعث زخم معده بشه. برای حل این مشکل مصرف الکل رو کنار بذارید و مهمتر از همه، هیچ وقت الکل رو با دارو ترکیبش نکنید. همچنین در مصرف مسکن ها هم زیاده روی نکنید و قبل از هر وعده غذا دستاتون رو بشورید. رژیم غذاییتون رو با غلات کامل، میوه ها و سبزیجات غنی کنید و حتما سیگار رو ترک کنید. همونطور که همیشه میگم، برای جلوگیری از همه این مشکلات یه رژیم غذایی سالم داشته باشید و غذاهای سرشار از فیبر مثل میوه و سبزیجات تازه مصرف کنید. اگه فکر میکنید هر کدوم از این علائم رو دارید، حتما هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید تا یه بررسی کامل انجام بده و درمان مناسب رو براتون تجویز کنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی یا نظری داشتید، حتما با من توی کامنت ها در ارتباط باشید. مراقب خودتون باشید و به سلامتی خودتون اهمیت بدید. تندرست باشید.